علم بدنسازی از خارج از ایرانه. فرانسیسکو چطوریه؟ خب از مربیای حرفه‌ای دیگه، شاگرد المپیایی داره. شاگرد خانومش تو بحث به اصطلاح بیکینی نفر اول المپیاد، تو 212 آقای کالدرون شاگردش، آره دوم المپیاد داره که پارسال دو پرو هم اول شده. حالا میگم مربی رو باید از شاگرداش شناخت دیگه، اینم خوبه. مربی خارجی حالا بخوای با داخلی مقایسه کنی مخصوصا تو حرفه‌ای، برای مربی داخلی ارزش زیادی قائلم، ولی خب به نظر خودم و به نظر خیلیا علم بدنسازی از خارج از ایرانه، علم حرفه‌ایش خارج از ایرانه. از نظر سیاست کارم که یه بحثی از مسابقه دادن، مثل تو ایران دیگه بالاخره بشناسنت که از طرف کی هستی، شاگرد کی هستی. جزو 7 گوشگان‌ها هستی یا به شدت بعضی بچه‌ها مثلا گفتن مثلا مربی خارجی خیلی سختگیره، یه چیزایی میگه که ما سختیه، نمی‌تونیم ولی اجرا من کنیم. اصلا به جرئت میگم 100% حرفاشو گوش میدم. اصلا خودش هم دست من خسته انقدر بهش پیام میدم.